سلام علیکم هموطنان عزیز و ارجمند و مخلصان گرامی رادیوی پیام. در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکت محمد با شما هستم. اینک توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که در برنامه امروز پیشکش شما می گردد. مقامات امنیتی تاجیکستان تصمیم گرفته است روزنامه‌نگاران مخالف اندیش را در خارج از کشور جسماً بی‌ضرر گرداند. تاجیکستان تدبیرهای نظارتی را در مرز با افغانستان پرزور کرد. امتیاز نو به دامادهای امام علی رحمان، آسایشگاه‌های زمرد در اسپره و شاهنبری در حصار دوباره از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد شدند. اینک می‌پردازیم به شرح و بررسی موضوعهای برنامه امروزه. کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی تاجیکستان با پخش بیانیه از ارسال گروه‌های از طرف مقامات امنیتی تاجیکستان به کشورهای خارج به خاطر از بین بردن روزنامه‌نگاران فعال بانگ خطر زد. در بیانیه آمده است این گروه‌ها الکی رفت و آمدهای این روزنامه‌نگاران را زیر نظارت گرفتند. کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی تاجیکستان با ابراز نگرانی عمیق از سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر و به خصوص سازمان بین المللی روزنامه‌نگاران بدون مرز تقاضا کرده است برای تأمین امنیت روزنامه‌نگاران فعال در این کشورها چاره‌های لازم را بیاندیشند. در بیانیه آمده است خبرهای از چند منبع به ما رسید که نشان می‌دهند مقامات امنیتی تاجیکستان با مقصد از بین بردن و یا ربایش روزنامه‌نگاران مخالف حکومت تاجیکستان که در خارج از تاجیکستان فعالیت می‌کنند گروه‌های را به این کشورها سفربر کردند. ما از عبدالستار بابایف رهبر کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی تاجیکستان پرسیدیم که معلوماتی را که مقامات امنیتی تاجیکستان با مقصد از بین بردن و یا ربایش روزنامه‌نگاران مخالف حکومت تاجیکستان که در خارج از تاجیکستان فعالیت می‌کنند گروه‌های را به این کشورها سفربر کرده‌اند چگونه دسترسی کمیته شده است و تا چه حد این معلومات قابل اعتماد است. بله، دیروز کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان با پخش یک بیانیه اظهار داشته از طرف مقامات‌های امنیتی کشور یک چند تیم تشکیل شده به کشورهای پس از شوروی و برخی از کشورهای اروپا برای جسماً از بین بردن بعضی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران روانه شده است. این خبر را منبع‌های ما از داخل کشور و از حتی از منبع‌های ما از مقامات قدرتی کشور این را تایید کردند. در این کارها مقامات قدرتی تاجیکستان سابقه دارند. این کارها را ما بار اول نیست که میبینیم و یا میشنویم. باید بیاریم سال 2015 را که در این سال در کشور ترکیه در شهر استانبول مؤسس و رهبر گروه 24 عمر علی قواتوف اول مسموم کرده شد و بعدا هدف تیر تفنگ قرار گرفته به شهادت رسانده شد با توسط مزدوران امنیتی ملی تاجیکستان و همچنین فعالان سیاسی مقصود ابراهیموف، نعیم جان سمیف و بلوگرنویس جوان احسان آدینایوف در کشور روسیه خب از کشور روسیه ربوده شده به تاجیکستان برده شدن و بعدا خبری دو نفر مقصود ابراهیموف و نعیم جان سمیف از زندان تاجیکستان آمد و تقدیر بلوگرنویس جوان احسان آدینایوف تا امروز ناروشن باقی مانده است. و همچنین سال 2019 ماه فوریه 2019 رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان شراف‌الدین گدایف از کشور روسیه و تاجیکستان را برده شد و بعد از فشار و طلبات سازمان‌های بین المللی حقوق بشر دوباره به اروپا برگردانده شد. همه اینها دلالت و شاهدی بر آن میکنند که مقامات‌های امنیتی و مقامات‌های قدرتی تاجیکستان بر همه این اعمال‌هایشون قادر هستند. 2 سال قبل هم یکی از کارمندان
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان رسولوف با اروپا آورده خود را تسلیم کرد و اون هم اعتراف کرد که ما یک تیمی بودیم با شمول 2 نفر دیگر اسمشان بود که آنها در فدراسیون روسیه تحت پوشش تجارتی عمل میکردن و به چنین اقدام ها دست میزدن. قرار بود که در اروپا هم چند نفر از سران فعالان سیاسی و خصوص رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیر هم باید جسماً از بین می بردن. همه اینا فکت و دلیل و حجت است که مقامات های امنیتی و قدرتی و خلاصه رژیمی تاجیکستان به این عمل های شوم هر وقتی خواهند دست میزنند. کمیته ما در مرحله های دوم حالا بعداً نام های آن نفرانه که در لیستی مقامات های امنیتی کشور هستند که باید از بین برده شوند و مکان زیستی آنها را اعلان میکنیم. حالا ما در پیگیری هستیم، کمیته پیگیری کرده شده است تا این خبر را به سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و به کشورهایی که در آنجا انسان شرافت و کرامت دارند برسانند. در ضمن کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی تاجیکستان همچنین به وسایط اخبار عامه تاجیک مخصوصاً رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل مراجعت کرده است که جهت پیشگیری از صورت گرفتن هر گونه عملیات ناخوشایند برای همتایان روزنامه‌نگارشان قطع نظر از گرایش‌های سیاسی آنها در کنار آنها قرار بگیرند. توجه کنید، اگر یکی از آنهایی که در این نقشه امنیتی ها من بوده باشم، برایتان آشکارا میگویم مرگ و زندگی در دست الله است. کوشش گرفتن وظیفه ملک الموت را یک سومانید، بیهوده جان نکنید. خونهای ما حاصل خیزند، این را بدانید. خونهای ما حاصل خیزند انشاءالله. یک عمرعلی قوت را کشتید، شاگردانش صدها برآمدند، صدها عمرعلی قوت شدند و شما را به لرزه در آوردند. احسان آدینایف را ربودید و نابودش کردید یا به کدام کنج زندان انداختید. مگر کسی را توانستید خاموش کنید؟ هم برادرش ویس‌الدین و هم مادرشان امروز در مبارزه هستند و مبارزهشان علیه شما نه کمتر از مبارزه های احسان است. خدمتتان همین که شما تعداد یا خود ارمیه قصاص گرنده ها را زیاد کرده ایستاده اید. تمام، دیگر هیچی. این ناتوان بینی را یک سومانید و به سوی اصلاح شوی حرکت کنید. ما مثل شما نه منصبخواه هستیم و نه قصد قصر و کشک ساختن داریم. یگانه طلب ما این است که از ظلم بر بالای ملت دست کشید. مال مردم را، ثروت ملت را غارت نکنید. در جواب به جای اصلاح شدن شما قصد جان ما میکنید. همه میدونیم به دنیا هیچ کس ستون نمی شود، همه میمیرد. ما از مردن کشتن اگر می هراسیدیم مثل دیگران زیر برگ‌ها پنهان می شدیم، سر بیغم صد تلا گفته می گشتیم، دم نمی زدیم، صدایمان را شما نمی شنیدید. تصمیم باید از روی خیرات گرفته شود. بدانید که زور بیهوده میان می شکند. با این عملتان هزار بلا بالای حکومت و رهبریت کشور می آورید. همه سازمان ها و کشورها را علیه خود می خیزانید. یعنی بجای اصلاح شده جان خود را از غضب مردم خلاص کردن به 100 بلا گرفتار می شوید. ما گفتیم، شما شنیدید. تاجیکستان تدبیرهای نظارت را در مرز با افغانستان پرزور کرد و در همه پاسگاه‌های نظارتی شهروندان دقیقاً سنجیده می شوند.
دلیل پرزور کردن تدبیرهای نظارتی در مرز این بوده است که در جمهوری همسایه افغانستان الکی دلیل‌های سرایت‌یابی از کرونا ویروس به قید گرفته شده است. از این خبر و چند رویدادهای دیگر همکارم سایمه گزارش می‌دهد. در عرفه انتخابات پارلمانی 1 مارس مقامات حفظ حقوق و ساختارهای قدرتی تاجیکستان برای مکمل خدمتی می‌گذارند. در تمام مکان‌های پرازدحام از قبیل بازار، کوچه و خیابان‌های شهر تدابیر امنیتی پرزور کرده می‌شود. در این باره دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر می‌دهد. در خبر گفته شده است که تا انجام معرکه انتخاباتی در کشور تمام ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق برای مکمل خدمتی می‌گذارد و سر از 28 فوریه تمام مقامات حفظ حقوق و امنیت برای پرزور خدمتی انتقال داده می‌شوند. گفته می شود در دوره انتخابات برای هماهنگ ساختن عملهای کارمندان قدرتی و مقامات حفظ حقوق یک کمیسیون بین اداروی جمهوری تأسیس داده شده است. هنگام انتخابات در تمام جایهای جمعیتی، بازارها، خیابانها و کوچه‌های همه نقطه‌های اهالی نشین کشور از جانب گروه‌های پرقوت شده مقامات حفظ حقوق و امنیت پاسبانی کرده می‌شوند. چین طرح اختصاصی کمک 226 میلیون دلاری بلاعوض به دوشنبه برای بازسازی راه قلعه خومونج تا مرز ناحیه روشن در ولایت بدخشان را بررسی می‌کند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت نقلیات تاجیکستان، این منبع‌های مالی برای بازسازی و کلانسازی قسمت‌های از این راه از شهرک قلعه خوم، مرکز ناحیه درواز، ناحیه ونج تا مرکز ناحیه روشن استفاده خواهند شد. گفته می شود که طول این راه حدود 93 کیلومتر است که ساخت 2 نقب به طول 5 کیلومتر و 200 متر و 15 پل را شامل می شود. مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان می گویند که توافقنامه اختصاص کمک مالی چین برای بازسازی و تکمیل این راه در نشست 19 اکتبر سال 2019 در مجلس نمایندگان تاجیکستان تصویب شده است. گفته می شود که با دریافت این منبع‌های مالی بازسازی این راه در آینده نزدیک آغاز می شود. تنها راه زیرزمینی میان تاجیکستان و چین موسوم به دوشنبه قلمه با دلیل واقع بودن در بلندی‌های ولایت بدخشان فقط 6 ماه در سال در فصل‌های بهار و تابستان قابل استفاده است. تاجیکستان تدبیرهای نظارت را در مرز با افغانستان پرزور کرد و در همه پاسگاه‌های نظارتی شهروندان دقیقاً سنجیده می‌شوند. در این باره معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری میرحم‌الدین کمالزاده خبر داده گفته است در افغانستان علاقه دلیل‌های سرایت‌یابی از کرونا ویروس به قید گرفته شده. این معلومات را دیروز 24 فوریه به ما تصدیق کردند. از این رو تصمیم گرفتیم که نظارت را در عبور سرحد با افغانستان پرزور کنیم. با گفته او اینجا درباره پر بسته شدن سرحد بین تاجیکستان و افغانستان سخن نمی رود. کارمندان تندرستی عین زمان در سرحد بوده و اینجا زیر نظارت است گفتند. برای پیشگیری ورود کرونا ویروس به کشور طریق گذرگاه‌های سرحدی و فرودگاه‌های بین المللی و مقامات مربوطه حکومت افغانستان همکاری به راه مانده شده است. معاون وزیر تندرستی تاجیکستان اطمینان می‌دهد که در کشور یگان حادثه سرایت کرونا ویروس به قید گرفته نشده‌اند. آن شهروندانی که در کرانتین بودند یگان علامت بیماری مذکور را نداشتند. واردات محصولات ساختمانی به آسایشگاه‌های زمرد در اسفره و شاهنبری در حصار که به دامادهای امامعلی رحمان تعلق دارند با قرار نوی حکومت تاجیکستان دوباره از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد شدند. حجم محصولات وارد شونده به این دو آسایشگاه معلوم نیست و نمی شود حساب کرد که در نتیجه این قرارها بودجه تاجیکستان چقدر مبلغ را از دست می دهد. اما رادیوی آزادی از قرار خبر می دهد که تحت رقم 81 حکومت تاجیکستان 8 فوریه امضا شده است و طبق آن مالکان آسایشگاه زمرد و شاهنبری 88 نامگاه مصالح ساختمانی را می توانند به پرداخت باج گمرکی و انداز به کشور وارد کنند. ماه دکمبر سال 2019
OCCAP برنامه گزارشگری درباره جنایت‌های سازمان یافته و فساد گزارش داده بود که آسایشگاه‌های زمرد و شاهنبری به شرکت‌های خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان تعلق دارند. قبل از این ماه ایول سال 2019 حکومت با صدور عین چنین قرار مواد ساختمانی برای آسایشگاه‌های زمرد و 2 شرکت دیگر را از پرداخت انداز باج گمرکی آزاد کرده بود. در رویخطی که به قرار حکومتی ضمیمه شده است، از رخت خواب و کرسی و جوان تا پرده و اونیتاس و دسته در و جمک آب نوشته شده است. این بود شرح خبرها تا این دم. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت لطفاً پیگیری کنید. همچنین همه روزه چند برنامه‌های دلنشینی که در رادیوی پیام صدا می‌دهند امیدواریم پسند شما می‌گردد. هر خبر و رویداد را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. مخفی نگاه داشتن حیثیت شما کفالت داده می شود. خیلی زیاد هموطنان الکی با ما در تماس هستند و معلومات‌های زیادی را به ما ارسال کرده‌اند. و تمام نفرانی که ناوابسته از همه مشکل‌ها به ما معلومات می‌فرستند اظهار تشکر و منتداری می‌کنیم. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوبی ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. اینچنین ماندن یک معقول شد را نیز لطفاً دریغ ندارید. در پناه الله بمانید. خیر تا روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. رادیوی پیام در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام مشورت، بحث، گفت و شنید.